چرا اکانت 32K اینستاگراممو ول کردم؟ میدونی چی عجیبه؟ گاهی یه روز از خواب بیدار میشی و میبینی کاری که ماها براش تلاش کردی دیگه به نظرت فایده ای نداره که ادامه بدی. اگه میخوای این داستان رو بشنوی تا آخر ویدیو با من همراه باش. همیشه به این علاقه داشتم که یه درآمد از طریق اینترنت و فضای مجازی داشته باشم و محدود به مکان و زمان نباشه. فتوشاپ کار کردم، ادمین اینستاگرام شدم، این همه افتادم دنبال بورس و ترید و ارز دیجیتال و بیت کوین. آخرین کاری هم کردم این بود که یه پیج اینستاگرام گذاشتم و تونستم اونو به 32K برسونم. اما دیدم اون کاری که میکنم فایده نداره. بله، قید یه اکانت 32K رو زدم به همین راحتی. داخل پیجم یه پست گذاشتم و وایرال شد و 20 میلیون ویو خورد و به تنهایی 22K فالوور برام اضافه کرد. این همه کامنت و لایک اومد. اولش سر از پا نمیشناختم. خیلی پرانگیزه تر از قبل ادامه دادم و از مسیرم لذت میبردم. ولی یه جای اون وسط بین این همه شلوغی یه سوال اومد تو ذهنم. خب من چه جوری از این پیج درآمد داشته باشم؟ یه استوری اینستاگرام گذاشتم، تو بین همه اون 10,000 نفری که دیده بودنش یه نفر ریپلای زد. خواست که تبلیغ پیجش رو بذارم، اونم با مبلغ ناچیز 150,000 تومان. اولش خیلی خوشحال بودم که دارم ازش درآمد دارم، اما بعدش با خودم فکر کردم که اگه من هر روز یه دونه از این تبلیغا بذارم میشه ماهی 4,500,000 تومان و اونم مبلغ خیلی ناچیزیه. همون لحظه بود که فهمیدم باید مسیر کارم رو عوض کنم. فهمیدم منی که تو این مدت کم تونستم یه پیج خوب رو اینطوری بالا بیارم، باید این محتوام رو به بستری بیارم که با ارائه مطالب مفید به مخاطبان بشه ازش پول در آورد. یکم تحقیق کردم، دیدم که چه چیزی این وسط بهتر از یوتیوب. چند روز نشستم و تحقیق کردم در مورد اینکه چه جوری میشه ازش پول در آورد و شرایطش چیه، تا اینکه به این نتیجه رسیدم که اگه یکم تلاش کنم و مطالب مفید همراه تولید محتوا ارائه بدم، کارم میگیره و موفق میشم. هرچند که با اینستاگرام فرق میکنه و خیلی سخت‌تره، اما یاد این جمله افتادم که میگه چیزایی که ارزش بیشتری دارن سخت‌تر به دست میان. شاید برای من یوتیوب فقط یک پلتفرم نباشه، شاید یه جوری تمرین باشه برای صبر، برای رشد، برای واقعی بودن. تصمیمم رو گرفتم و تا آخر این مسیر رو ادامه میدم و از شما دوستای خوبم من میخوام که هوای منو در این مسیر داشته باشین. و اگر از این سفر پرماجراجویی من خوشتون میاد، لطفاً ازم حمایت کنین و پیجمو سابسکرایب کنین.